سلام بچه، چطوری حساب میکردم؟ خوش اومدید به این ویدیو. این بار اومدیم ما بازی ماینکرافت. خب اینم میزنیم دیگه، بریم همه. خب دیگه اومد، بذار ببینم همین مپ هست نشه و یه وارد مپ شدم. از این مپ خارج شدم. مپ هست. جمعی خب اینجا هم مپیه که من تو زندگی میکنم، زندگی ماینکرافتی. اون خونه خودم ساختم، این رودم همینطور، این موجود رو نه، این خونه برای خودم هم ساختم. 2 تا خونه من تو این مپ دارم، باید برم. خیلی دارم، خیلی طول میکشه رسیدنش. خونه آهان اونه هاش، خونم اونه هاش، خونه اینو زنینم دارم برون مینم. یاری زنبوره. آها نه، بچه پلنگ 10-90 میگن اینه. یا ورد زنگیه من شب با پلنگیه. اینها همین که داره ازش دود بلند میشه، فکر کنم نون دست کی در خونه باز کرده. چی؟ من کلی برای خونه زحمت کشیدم بچه. اولین خونه که تو این ماینکرافت ساختم همین خونه نازنینمه. خیلی مرتب و جمع جوره. ببینید صندلی، این تخت خواب، تخت خوابم یه مش، یک دقیقه هم تخت خوبه.
خونه منظمه بچه ها؟ تو کامنت ها برام بنویسید. خیلی خوبی. آموزش خونه سازی با سلطان حسامبیک. پرواز کن ای کننده. پرواز کن کننده. مدار کننده اون چیزایی که تو ذهن منحرف هست نیست. برای همینجا خوبه. برای خونه سازی استخرم دارم. یه استخر مزا میخوام درست کنم و یه استخر آب. این استخر آبم خب حالا برم موزا بردارم. موزیاب موزا شت موزاب جان. ایناش مذابم غلیظه. آها یس خوب شد دیگه. تموم شد. سختم بپم اینجا نمیشه دفعه کنم. یس سخرم یس این رو خونه است. خوچی عجبی. یس دلم تو راه مخواه دخمخه. یا میخوام ببینم انتهای مایکرافت به کجاست. بعد توش مذاب بذارم. چه تموم نمیشد. چی یوریشه یالیگی کردم. آره این راه روشو بستم. نور نیاز دارم. الو از تاریکی برافراش.
بچه ها باورتون میشه در اومدم من؟ یس آماده باشید. خب دیگه این ویدیو من تموم شده یا نه؟ معلومه که نه. خب هم شما رو به دیجیمانم معرفی کنم. کاکامون فیلم کاکامون وقت جاروه، وقت سیبه، وقت پیتزا. بیساموس تو پیتزا میخوای سیب نمیخوری؟ به مبارزه. یس بچه این دیجیمون مورد علاقه من همین بغلیه، ولی اسمشو نمیدونم. اگه شما اسمشو میدونی بهم بگید. همین سبز رنگه. این نه، این سبز رنگه. منو میذاریم بیساموس بگیر. کار تمومه دیگه. بگی با یه ذره معمولی. خوبه بچه ها. من خودم البته دادم تا این تبدیل شه. قبلا اوگامون بود کوفتی بود. آها همین بود، همین بالاییه. به این لول کولک جان این که سخت‌تر بود. با یه بار ما میسی دیجیمان رو دیدین؟ ای چندش به کاکا ماند. سیب باید سیب بخوری و پیتزا بخوری. خب بچه این ویدیو من دیگه تموم شد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه.